چطوری؟ حالتون چطوری؟ امروز قضیه این ویدیو با هم دیگه این نوشیدنی نمیدونم اسمش چیه و خیلی میگن ترشه و من سلطان ترش هستم، خیلی عاشق ترش هستم، مثلا کلا ترشی دوست دارم و اومدیم اینو تست کنیم. طعمای بنفش و سبزش هم هست. گفتم اینو بگیرم چون خیلی چیزه. من سبز بنفشش خوردم، بنفشش هم خوب بود، ترش نبود. ولی من اینو میخوام بازش کنم، فقط چون خیلی گرمه گفتم که یخم بیارم بندازم داخلش. امیدوارم که ترش باشه بچه‌ها، من فقط امیدم به این که ترش باشه. زیاد با درازم بازش میکنم. یه بوی آشنایی میده ولی نمیدونم چه بویه. بیرنگه و سفید. از این لیوان خوشگل آوردم، همه شو ریختم. خوشگله. بوی هندونه میده، نمیدونم چرا. بریم تستش کنیم. بذار یه ذره یخ شه. تا این خنک میشه حتما لایک کنید، کامنت کنید، سابسکرایب کنید و همینطور منو حمایت کنید دیگه. پس بریم دیگه شروع کنیم بخوریم. یه ذره همش بزنیم. بوی نوشیدنی کاکتوس میده. بسا آره بوی اونو میده. ما از اونو داریم خب، ولی الان تموم شده و آره بوی اونو میده. خب بخوریم. بچه ها میخوری یه ذره تو دهنت میمونه، ترش میشه، بعد مزه کاکتوس میره، بعد قورتش میدی. خیلی سه ترکیبه است، خیلی باحاله، واقعا خیلی خوشمزه است. این طعمشو حتما تستش کنید، این طعم سفیدشو. خب پشیمون نمیشی. حالا بعضی میخورن انقدر اینجوری میکنه، من نمیدونم چرا. اصلا ترشی اصلا نباید این شکلی باشه. واقعا ترش بود. پوستتون بای.